سلام. یکی از معضلات نظام خامنه‌ای نمایشی است به اسم انتخابات. هر بار که خامنه‌ای میخواد نظامش رو از یک نمایش انتخابات رد کنه دلپیشه میگیره. مثل بچه که میخوان بهش داروی تلخ بدن، دماغشو میگیرن، چشمشو میبندن، بهش میخورن میره بالا. نمایش انتخابات هم هر بار برای خامنه‌ای عزاست. هم از قبلش تا بهش برسه، هم بعدش. حالا اونجا داروی تلخه ولی بالاخره یه اثر مثبتی میذاره. ولی این واقعا برای خامنه‌ای مثل زهر میمونه. چون از هر نمایش انتخاباتی که رد میشه یه سری میریزن، یه سری قهر میکنن، یه دعوایی میشه، عباش جری میخوره. حالا از بد حادثه برای خامنه‌ای تو همین 6 ماه گذشته 5 تا انتخابات گذاشته. مجلس 1 خبرگان، مجلس 2 ریاست جمهوری 1 ریاست جمهوری 2. چه شود؟ اولین مشکل خامنه‌ای توی این نمایش مشارکته که بر اساس آمارهای رسمی حکومتی توی هر 5 تاش اکثریت ملت شرکت نکردن. این در حالیه که خامنه‌ای خودش رو کش که بابا تو رو خدا تنبلی نکنید، پاشید بیاید به هم رأی بدید. در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده. این بنابراین عنصر اول مشارکت عموم مردم، تنبلی نکنن، بی‌اعتنایی نکنن، دست کم نگیرن، شرکت کنن در همه گوشه های کشور. حالا اینجا میگه هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده. بابا الان هر 5 تا انتخابات آخری که گذاشتی از هر مدلش، مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری، اکثریت نیومدن، بی‌اعتنایی کردن، تحریمت کردن، یعنی با مشت کوبیدن تو دهنت. درد داره، آره میدونم درد داره. ولی آخه قصه انتخابات برای خامنه‌ای که فقط تحریم نیست، در درون باندهای نظام هم همدیگر رو میدرن و در واقع عبای خامنه‌ای رو جر و جر میکنن. چون تا جایی که به مردم برمیگرده که خب توی نمایش انتخابات شرکت نمیکنن اکثریتشون، ولی برای باندهای درونی نظام نمایش انتخابات فرصته. صندلی رو از زیر پای اون یکی بکشه، پاشو بده رو سر اون یکی، خودشو برسونه به اون پسته، باند خودشو سر کار بیاره. هر کدوم هم با طمع قدرت و ثروت به اون یکی رحم نمیکنن. یعنی هر کی برای اینکه خودش برسه به اون پسته میزنه بقیه رو تخریب میکنه. خامنه‌ای هم که باندهای نظامشو خوب میشناسه، از همون چند ماه پیش چندین بار اومد توی صحنه گوش باندها رو کشید که کسی از این غلطا نکنه ها، که شیرینی رو به دهن همه تلخ میکنه. اون چیزی که میتوانه شیرینی مجلس جدید رو نابود کنه سخنان اختلاف انگیز و دعوا را انداختن ها و ستیزگری های دشمن پسنده. این مراعات رو نکنند اولین اثرش این است که کام ملت تلخ میشه، فضای سیاسی کشور فضای تلخی میشه. پس یه بار اومد گفت که با هم دعوا نکنید فضا تلخ میشه. حالا این فضای تلخ رو داشته باشید بعد بهش باز میرسید. یه بار دیگه قبل از نمایش انتخابات ریاست جمهوری اومد، اونجا هم گفت که به همدیگه لجن پرت نکنید. در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد. بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند. صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست. حالا طرف خودش نشسته اون بالا بدون اینکه با رأی مستقیم مردم انتخاب شده باشه، مادام العمر تمام ابزار قدرت رو توی خودش جمع کرده، بعد میگه صحنه رقابت برای خدمت است. خب معلومه که دیگه هیچکی به حرفت گوش نمیکنه. باز یه دفعه دیگه دم انتخاباتش حرف اصلیش رو آورد که بابا شما که با هم دعوا میکنید دشمن شاد میشه، نکنید، چرا نمیفهمید؟ من توصیه‌ام این است که این مباحثاتی که آقایان نامزدها در تلویزیون با هم میکنن، این اظهارات موجب نشه که یک نامزدی برای غلبه بر رقیب حرفی بزنه که دشمن شاد کنه ما رو، حرف دشمن پسند زده نشه. داره میگه دعوای شما با هم دیگه برای ملت پیک شادیه. چون دشمن مگه کیه؟ دشمن همون اکثریت ملته که تحریم کردن دیگه. میگه نکنید که اونا شاد میشن. ولی بدبختی سیدعلی اینه که همین حرفش هم کسی گوش نمیکنه. حالا اون حرف مشارکت و بیاین رأی بدین که برای مردم میگفت که ملت گفتن برو بابا تو تحریمی، زدن تو دهنش رفت. ولی مخاطب این یکی حرف دیگه همون نیروهای خودشن.
همونایی که قراره بیان پست بگیرن، مقام بگیرن، همینا حرفشو گوش نکردن. از همون 6 ماه پیش شروع کردن به تخریب و پرتاب لجن به همدیگه تا الان هم ادامه داره. اصلا نمیشه جلوشو گرفت. طوری که از همه جای نظام داره فوران میکنه که تو همین مراسم محرم دوباره مجبور شدن بهش اعتراف کنن در حضور خود خامنه ای. اما تخریب، تهمت زدن، لجن پاش کرده، این هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی هستش. لجن پاشی نکنید به هم دیگه. رو آوردن به حرام و حلال. ولی آخه کی گوشش به این چیزا بدهکاره؟ چند نمونه فقط مال همین هفته‌های اخیر رو ببینید. یکی هست به اسم معصومی اصل، از طرفدارای قالیباف بوده ظاهرا. این میگه مقصر طرفدارای جلیلی بودن که بعض اینطور شده. بله، من سوال دارم از جناب آقای رائفی پور، از آقای رسایی، از تمام اونهایی که به راحتی از حرف آقا عبور کردن. آقا فرمودن لجن پراکنی نکنید، آقا فرمودن تخریب نکنید، ولی به راحتی دیدیم از 5-6 ماه پیش وقتی انتخابات مجلس تقریبا شروع شد، بله آقای رائفی پور، آقای رسایی شروع کردن به شدت لجن پراکنی و تخریب مجلسی که حضرت آقا مؤکداً فرمودن این مجلس انقلابی است. چنان تاخت و تاز شد، چنان لجن پراکنی شد علیه این پایه نظام، یعنی رئیس مجلس، که وقتی این خانم های آقایون با من می اومدن بیرون سوال میکردن بعد از سخنرانی یا درد دل میکردن، میگفتن ما انتخابات شرکت نمیکنیم. بعد من میپرسم خب چرا؟ میگفتن اونی که رئیس مجلس اون شد، نماینده‌های شهر ما هم برن میخوان لنگه اون بشن دیگه، بهتر از اون که نمیشن. چرا امروز شاهد این دو قطبی عجیب در بین بچه‌های خودی هستیم؟ کار به جایی رسیده طرفداران این اون یکی رو دارن تکفیر میکنن و بالعکس. هر شهری رفتم همه گنگ و مبهوت فضای سیاهی که حاکم شده. این فضا رو کی به این شکل به وجود آورد؟ حالا ولی وقیح میگفت نکنید فضا تلخ میشه. این میگه دیگه از تلخی گذشته، سیاه شده. باید فکر نکنید که فقط خودش بدون پشتوانه داره حرف میزنه. نه، اتکا میکنه به حرفای فرمانده حفاظت بیت خامنه ای. از این رفتار ناراحت بودم. افرادی هم به من زنگ زدن که آقا چه خبر اونجا، این آقای رائفی پور داره سران قوا رو میکوبه. من به آقای رائفی ایراد دارم، اشکال دارم و به دوستان دیگه که در واقع این حرفا رو میزنن و من نگرانم که با یه لایه، با 2 لایه سرویس های جاسوسی و دشمنان خطو بدن برای تخریب نیروهای انقلاب. پس این پاس داره تا اونجا رفت که گفت اونوریا وصلن به سرویس های بیگانه. و توجه کنید که همه این دعواهایی که داریم ازش صحبت میکنیم در درون همون به قول خودشون اصولگره ها، یعنی نمیدونم جبهه انقلابشونه، در درون همونهایی که مثلا میخواست خامنه ای خالص سازی و یک دست سازی و با اینا انجام بده. تو همینا اون ورشون اونام که ساکت نمیشینن، اونا هم تک میزنن زیر پای این یکی‌ها. مثل همین ایامی که با یه عزیز دیگه ای ما یه خورده سرشاخ شدیم، 50 تا نهاد رو ما زوم کردن. روزی که آقای زاکانی شهردار تهران شد، حکم میزد برای دامادش، بنده نقد کردم. همون شب توسط یه سری از این اطلاعاتیات توی توییتر تهدید شدم. در عمرم آقای جلیلی من نزدیک ندیدم. یکی از دلایلی که من ازشون حمایت کردم میدونید چی بود؟ جز معدود کاندیداهایی بود که به بنده پیشنهادی نداد. ما چند تا مسئول داریم بچه‌هاشون خارج از کشورن. چند تا مسئول داریم بچه‌هاشون اسیر دشمن در خارج از کشور. اینطور باید بگیم اون میتونه مدافع منافع ما باشه، نیاد مسئول نشه. من این نامه فدایت شمن براش فرستادن. ببین این کاراکتری که شما گردن نگیر باشی کلا. آقا مشکل جمهوری اسلامی بدانید های مردم، مشکل کشور ما این است که تصمیمات غلط هیچ وقت به اون تصمیم گیر اتچ نمیشه، میتونه در بره. یکی از مشکلات اساسی ما اینه. 10 نفر هیچ میزن گردن یکی. هیچ کدوم این کاندیدا من به شما بگم 100 نیستن. باند قالیبافیا یک سند رو کردن از تحقیقات مجلس که بله مؤسسه مصاف مربوط به رائفی پور به اسم خیریه پول جمع کرده، بعد بالا کشته برای خودش و برادرش. رائفی پور اومد جواب بده، گفت پیشتر در این باره بارها توضیح دادم. 17 میلیون تومان سال 89 حاج حسین یکتا برای خرید میز و کمد کمک کردن.
اولا اعتراف کرده که از طرف سپاه بهش پول دادن، یعنی مؤسسه‌اش مورد تایید فرماندهان سپاه بوده، ولی میگه همش رو فقط کمد و صندلی خریدیم که ملت براش نوشتن مگه کمد طلا خریدی؟ چون پژو پارس اون زمان 17 میلیون تومان بوده. بعدم بهش گفتن میز و کمد رو هر تعدادی هم گرفته باشید گرون باهاتون حساب کردن. یه سری دیگه هم یه عکس از رائفی پور رو کردن که تو اگر 17 میلیون برای کمد و صندلی گرفتی، پس چرا مانیتورتو روی قابلمه گذاشتی؟ نکنه که اینا هم برای فیلم بازی کردن و ریاکاریه. بسیجی باند جلیلی هم به اون یکی‌ها حمله کردن که شما همتون تراول بگیرید، یعنی پول میگیرید از قالیباف و توییت میکنید و سند رو کردن که چطور حسابداری مجلس یه سری از پولهای مجلس رو خرج کارهای رسانه‌ای، یعنی همین سایبری‌های فاکتوری کرده. یا از اون طرف گفتن که اون 7 میلیارد طلایی که تو خونه پسر قالیباف گم شد اون از کجا آمده بود. بعد هم به طرفدارای قالیباف تیکه انداختن که شما دیگه حرف نزنید که فقط 3 میلیون رای تونستید جمع کنید. طرفدارای قالیباف هم دعوا رو بردن یک لول بالاتر، گفتن اگر خیلی 3 میلیون بکنید ما هم میگیم که شما توی انتخابات تقلب کردید. زیاد 3 میلیون بکنید مجبور میشیم پیگیر اعتراضمون از وزارت کشور باشیم و بازشماری آرا، به خاطر قطع سیستم مانیتورینگ ثبت آرا و یهویی سوم شدن قالیباف و دوم شدن جلیلی، که اشارهش به اینه که سیستم ثبت آرا توی روز انتخابات در دور اولی چند ساعتی قطع میشه و وقتی که وصل میشه دوباره میبینن که آرای جلیلی و قالیباف اختلاف پیدا کرده، یعنی یه جورایی سرون که تقلب شده. اون طرف باند جلیلی اینا گفتن آقا این داره دیگه کل نظام رو زیر علامت سوال میبره ها، دادگاه کجایی، بیارید اینو بگیریدش ببریدش. که بعد یکی از ستاد قالیباف که دید اوضاع داره خیت میشه گفت آقا اصلا این یارو ما اصلا نمیشناسیم، یعنی با ما نیست. من اینجا رسما اعلام میکنم که مواضع ایشان ارتباطی به تیم رسانه‌ای دکتر قالیباف ندارد. خلاص از این دعوا تا دلتون بخواد توی فضای مجازی ریخته. باند قالیبافیا میگن جلیلی تمام شده، باند جلیلی هم میگن نه جلیلی 14 میلیون رای داره، جامعه رفته شما جا موندین. بعد جالبه یکی اومد بهشون جواب داد که به این رأیای میلیونی زیاد نناز. به سعید جلیلی بگین اون پویش حریفت منم هم 10 میلیون ثبت نام کننده داشت ولی یه نفر هم اعزام نشد. خیلی به این 14 میلیون رای دلخوش نباش. بله داره به اون پویشی طعنه میزنه که بعد از شروع جنگ غزه راه انداختن، تمام صدا و سیما و رسانه‌هاشون هم رفتن پشتش که آقا 10 میلیون بسیجی آماده رفتن به غزه هستن، ولی یه نفرشون هم جابجا نشد که معلوم شد که فقط همش یک پفک تبلیغاتی بود. بعد دوباره یکی توییت کرد علیه باند قالیباف که الکی خودتون رو به جای رئیسی جا نزنید و عکس قالیباف رو کنار اونا نذارید چون اونا رو هم با خودتون به فنا میدید. خب اولاغ نمیگی به خاطر اون وسطی رهبری مملکت و 2 تا شهید بزرگوار سبک میشن و ضربه میخورن؟ مردم نمیگن که رهبر یه مملکت و 2 تا شهید فقط 3 میلیون رای داره؟ چقدر احمق و بیشور هستید. حالا این یه دعواست که همچنان ادامه داره. یه دعوای دیگه باز در درون همین باند اصولگرا، دعوای بین زاکانی و قالیبافه. چون توی همین باند نظام تقریبا هر کسی که به هر پستی رسیده یه سری افراد دور خودش جمع کرده شده یه باند، سنگربندی هم کرده، داره با رسانه‌اش بقیه رو میکوبه. مثلا اینجا کنایه زاکانی به قالیباف بر سر شهرداری مشکلات 30 سال مانده رو حل کردم. یعنی میگه قبلش که تو شهردار بودی نتونستی حل کنی، من حل کردم. زده تو سر قالیباف. از اون طرف کلیپ منتشر شده علیه زاکانی که این داره پست‌های شهرداری رو به افراد مختلف میفروشه. آقای صدر سید سعید صدرزاده مشاور شهردار تهران، مشاور آقای زاکانی، بیش از 3 جلسه ما در دفتر ایشون که تو خیابان بهشت واقع بود جلسه گذاشتیم، صحبت کردیم. بیش از 8 جلسه تو نماز جمعه توی میز خدمت من با ایشون صحبت کردم. جلسات مختلفی رو ما با هم دیگه برقرار کردیم به جهت اینکه من بشم معاون شهرسازی و این موضوع رو به همه جا در واقع منعکس میکرد. به معاون شهردار تهران هم در واقع معرفی میکرد که آقای افسون به عنوان معاون شهرسازی منطقه 1 هستن. این موضوع رو همه جا منعکس کرد و در آخر از من 400 تا سکه علاوه 450,000 دلار بابت خرید یک ویلا توی شهر آلانیا که آقای محمد حسین خزعلی در حال ساخته از من مطالبه کردن که شما باید این اعداد رو پرداخت بکنید، در غیر این صورت شما به اون پست نخواهی رسید.
بعد این قضیه بالا گرفت که آقا دارن پست‌ها رو توی شهرداری میفروشن که توی خود شورای شهر تهران دختر قاسم سلیمانی که یکی از اعضای این شوراست گفت اصل موضوع رو تایید میکنم. بله اوضاع داشت خیلی خراب میشد که اون یکی باند رو کرد دختر قاسم سلیمانی چون شوهرش صاحب امتیاز نشریه متعلق به قالیبافه این حرف رو زده و در واقع داره از طرف قالیباف با زاکانی تصفیه حساب میکنه. بعد یک تومار هم گذاشتن، الان دارن امضا جمع میکنن که زاکانی رو از شهرداری تهران بکشن پایین. اگر به متنی که تنظیم شده دقت بشه سراسرش تهمت، رویه هم رویه نادرستی. یعنی مثلا مثل اینکه کسی رأی آورد الان یه عده بیفتن بگن که امضا جمع کردن میگن رأیشو پس بگیرن. اصلا این رویه نادرستیه. من اثر که نداره از نظر قانونی بی اثره و اثری نداره، ولی از نظر افکار عمومی من این کاملا مضر. خلاصه کلام این که اون باند اصولگرایی که یک زمانی مثلا خامنه‌ای رویاهایی در سرش داشت که همه نظامش رو با نفرات این باند یک دستسازی و خالص سازی کنه، دیگه انقدر سوراخ شده که میشه گفت کاملا فروپاشیده است. علت هم خیلی روشنه، چون اصلا محور اعتقادی وجود نداره که اینا دورش جمع بشن. الان هر چند نفر یه باند شدن، هر کسی فقط به فکر منافع خودشه. همه میخوان به پست‌های بالا برسن که بتونن به رانت‌های اصلی قدرت و ثروت دسترسی داشته باشن. قوه مجریه در جمهوری اسلامی درسته که اختیاراتی برای ایجاد اصلاحات معنادار در جامعه نداره، اما رانت‌های بزرگی در اونجا توزیع میشه و دعوا سر این رانت هاست. دعوا بر سر اینه که چه کسی در قدرته که میتونه وقتی ارز الان بیش از 50% ما تفاوت بین ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاده، این رو داره دولت توزیع میکنه. انواع و اقسام این امضاهای طلایی، این چای دبش، این دعوا سر چای دبشه، دعوا سر این هاست. بله دعوا سر این چیزاست که کی میتونه امضا کنه که دست من دلار برسه، به من زمین برسه. اون بالایی ها دعواشون سر این چیزای درشته، اون بسیجیای پایینم سر تراول چک با هم دعوا رقابت دارن که کی بیشتر توییت بزنه، فاکتور کنه، پول در بیاره. وگرنه که دیگه کسی تو این نظام به حرفای اعتقادی کار نداره، کسی به حرف ولی فقیه کار نداره. من از بچه بسیجیای یک مسجد، نمیخوام به بسیج بی احترامی کنم، برای بچهای خوبه مسجد نشسته بودن، یه دیداری بود و نشستیم. حدود 2 هفته از صحبت 14 خرداد مقام معظم رهبری یکی از این سالهای قبل رد شده بود. گفتم خب دیدید که آقا چی گفتن 14 خرداد؟ اینا تو چشماشون معلوم بود، گوش نکردن. گفتم کیا گوش کردن؟ هیچکی دستشو بالا نبود. 30-40 نفر بچهای خوب، فدایی آقا. گفتم که کیا خوندن حالا بعدن صحبت آقا رو؟ هیچ کدوم. من به شما بگم 90% هم میدونید بعضی از حزب الله یا حرفای 50 سال پیش آقا رو من بزنم با مشت تو دهن من میکوبن که دندونم بریزه. از بس نمیفهمم، از بس مطالعه نمیکنم. تو چی میدونی که دیگه مطالعه نمیکنی؟ این تازه یک تصویر کوچکی بود از اوضاع سوراخ باندی که یک زمانی بهش میگفتن اصولگرا، ولی الان دیگه خودشون هم اونو قبول ندارن. صهیونیستا از نفوذی‌های خودشون تو ایران استفاده کردن، 2 قطبی درست کردن به نام اصلاح طلب اصولگرا یعنی چی؟ فاندامنتالیست، یعنی مسیحیایی که تو اروپا آمریکا میگفتن ما فقط به این فونداسیون عقایدمون، اصول عقایدمون چسبیدیم، واقعیت رو نمیخوایم ببینیم. یه مش نادون همینو گرفتن گفتن ما اصولگرایان میدانید از ارزش‌های ما میخواهیم. بابا اون داره به تو فحش میده، تو چرا اینو به خودت گرفتی؟ این دعوای شوم 2 قطبی اصلاح طلب اصولگرا ایجاد شد. این دعوا نه تنها مملکت نمیذاره پیشرفت کنه، بلکه چیکار میکنه؟ مردم رو از سیاست خسته میکنه. شعار میشه اصلاح طلب اصولگرا، تموم دیگه ماجرا. به گم شید همتون. مردم خسته میشن. نگرش سنجی پارسال از مردم ایران این بوده اکثرا تقاضاشون اینه بهتر دین از سیاست جدا باشه. این نتیجه دعوای شوم کثیف احمقانه صهیونیستی
دو قطبی دروغین اصلاح طلب اصولگراست. دروغین اصلاح طلب اصولگراست. به این ترتیب میشه گفت که رویای خامنه‌ای برای خالص سازی نظامش با این وضع نیروهاش دیگه برای همیشه برباد رفته. وقت بخیر و خدا نگهدار.